در نظر گرفتن حداقل حقوق کادر درمان در انگلستان که حدود 2000 پوند در ماه هست، ما بررسی کردیم که چقدر هزینه مسکن باید شما در نظر بگیرید. پس سراغ محبوب ترین اپلیکیشن انگلستان یعنی رایت موو رفتیم تا با هم دیگه این مسئله رو بررسی بکنیم. اولین شهری که قرار راجبش صحبت کنیم شهر منچستر هست. منچستر به عنوان دومین شهر بزرگ انگلیس شهری پر جمعیت و پر جنب و جوشه. در این شهر شما میتونید با حدود 800 الی 900 پوند در ماه استودیو یا یک آپارتمان یک خوابه اجاره کنید. هزینه اجاره در مناطق مختلف شهر ممکنه متفاوت باشه، اما این بازه قیمت رو برای بخش‌های مرکزی و محبوب شهر در نظر گرفتیم. دومین شهری که قرار راجبش صحبت کنیم شهر لیدز هست. لیدز یکی دیگر از شهرهای بزرگ انگلیسه که هزینه زندگی در اون نسبت به منچستر کمی پایین‌تره. در این شهر شما میتونید با حدود 700 الی 800 پوند یا آپارتمان یک خوابه و با حدود 900 تا 1100 پوند یا آپارتمان دو خوابه اجاره کنید. سومین شهر بیرمنگام هست که هزینه مسکن در اون نسبت به لندن و منچستر پایین‌تره. شما میتونید با حدود 700 تا 800 پوند یا آپارتمان یک خوابه و با حدود 900 تا 1000 پوند یا آپارتمان دو خوابه اجاره کنید. در آخر پایتخت انگلستان لندن دارای بالاترین هزینه مسکنه. در این شهر اجاره یک استودیو معمولاً از 1200 پوند در ماه شروع میشه و اجاره یک آپارتمان یک خوابه میتونه به 1500 پوند یا بیشتر برسه. برای اجاره آپارتمان دو خوابه باید حداقل 2000 پوند در ماه در نظر بگیرید. حالا شما بگید کدوم شهر رو برای زندگی دوست دارید؟